کار داری میکنی؟ بهش نده، داره بهت گرون میده، باش چونه بزن. فکر کنم صبح 70 تا از بانک گرفتی. 34 تاشو دادی بابت اون مبلمان مسخره، 15 تاشو دادی بابت اون یخچال احمقانه، 20 تاشو دادی بابت اون تلویزیون مکش مرگ ما، تتمه جیبت هم که جمع کردی دادی اینو گرفتی برای آقازاده. خجالت نمیکشی این هیکلت یه روز ما رو خراب کردی؟ بیا این 2000 تومن بگیر، یه ماشین دربست میگیری، سریع میری خونه، مردم هم از کار بیکار نمیکنی. برو ببینم. بفرما تو، دمه در بدا. پارس ها مفتش یا خیاط؟ 100 تومن بدی نوکرتم. بابت؟ ایده بایست یه چیزایی برات آوردم کف کنی. من از تو سوزنم نمیخرم. حالا یه نگاه بهش بنداز. تو رو جون مادرت درش نیار. به به، آفتابه ناصرالدین شاه. خودش بهت گفته؟ نه بابا، امضا داره. نگاه، امضا ناصر خان. گوش کن، اگه خود ناصرالدین شاه باید میواد اینجا توفیر نمیکرد. من از تو هیچی نمیخرم. اینو چی میگی؟ اصله. اینم مال ناصرالدین شاهه؟ از اونجا معلومه. اینو ببین، خدا تا ترانه توشه. دنیا کجا میره تو کجا میری. اینجوری بهت بگم پسر، هر جا که اسمته اخوفیف مالخرا و لعن و نفرین دزدا پشت سرته. مگه من چمه؟ چیزیت نیست، فقط نحسی. خب ای چی که بهتره. آخه بی‌انصاف آفتاب دزدی از توالت عمومی. نمیگی مردم که میرن تو چه نفرینی وارد میکنن؟ اینم شد دزدی. خب آقا این کار نیستی، آبروی صنف هم میبری. باریکلا، برو دنبال شغل دیگه. سلام بر والده محترمه مکرمه. طاووس شیر ژیان، مادری مهربان، همسری فداکار، خواهری خدوم، عمه‌ای صدیق. باز اعلامیه کدوم مرده ای رو بر کردی؟ بیا سر اینو بگیر. چشم نوکر ننه. صرف بگیر از دستت نیفته. آوردی؟ ها؟ پول. چی؟ میگم پول آوردی؟ تو راهه.
آدم آب داره ماشاءالله. اونی که تو راهه غیرت توی که هیچ وقت نمیرسه. ول کن حرفا رو. فیلم جدید چی داری؟ فیلم جدید؟ آبجی فیروزه بازم زایید، تمام رنگی، دالبی ساران، امشب و همه شب. گندت بزنن نجسش کردی. سلاتون میگرفتم تو رو نمیزاییدم بهتر بود. چشم وا کردی قابل سکسه کرد. 90 سالش بود ننه. یه ساله بودی خالت خفه شد و مرد. مش بادوم ریخت تو دهنش پرید تو حلقه. چه ربطی به این داره؟ سقف خونه یا آقا رحمان چی؟ حتما جنگ ویتنام از نسلی ما بوده دیگه. بیچاره دخترم دلش به چیه شما دوتا خوش باشه، اونم پیش اون فک و فامیل لیچارگوی شوهرش. خانوم محترم، تخم ترکه شوهر قبلی شما رو من و پسرم نباید خرجشو بدیم. اون بابای گردن کلوفتش کدوم گوریه؟ شما برو فیلمتو ببین. برو بینیم با. ننه جون مادرت کوتا بیا. شاید آبجی فیروزه و آقا کمال بخوان یه گردان بچه درست کنن، ما باید فوششو بخوریم. بابا ما سالی به 12 ماه هر وقت آبجی فیروزه رو دیدیم یا بچه تو بغلش بوده یا حامله بوده. دکتر زایمونی یا خرجشونو میدی؟ سر اون 5 تا علنگو براش خریدی که حالا داری اولدرم میکنی؟ رها کنید سنت‌های دست و پاگی رو. من این حرف حالیم نیست. اون دختر همه امیدش به منه. ای خدا، آقا من چجوری با دست خالی برم خونه‌اش؟ ای خدا. چشم فقط سر جدت فیلم هندی راه انداز تا فردا صبح جورش میکنم. فردا روز سومشه، یه کاری بکن فیروزه پیش فامیل شوهرش سر بلند بشه. خیالت راحت با پول برمیگردم. رفتن نبود مردی، عشق هست که برگردی. فیلم عشقی یادت نره. وارد هموم تنگینه که شدی برمیگردی بازارچه تو بازارچه ما که نفهمیدیم این زمان بسه چی گفت. هر کی فهمید ما رو هم روشن کنه. میگه فیروزیزه داره میاد. خاک بر اون سر دو شد. بجا میگه اوضاع خیته. یا جدا آقایون لاتا برن تو کارت سیدید به فرنگی جمعش کن. ناصر مطلش یه بار دیگه تکرار کن. سلام بر دوستان عزیز. ای بال درست بنویسی. گرم فردا میخوای تجدید بریم مامانت بیاد پاشنه خونمون رو بگه بچه‌م نم تجدید شد. بله. This is a blackboard. This is a TV. تکرار کن یه بار دیگه. درست بنویسی. آفرین. بخون. درست بنویس. فردا تجدید بیاری. یکی از زیر، یکی از رو، یکی در میکنی. نگفتم ناصر. گفته بودی آقا زبیا. کیشی همون. آقا یه مورد ردیف کردم تو 20 توی محل خلوت خونه خالی. بگو عروسک هلو بپر تو جلو. نه سگ داره نه دزگیر. کلونتری 4 تا خیابون اون برتر. چه مرگتونه یهو همتون به هم دیگه خورسک گرفتین خفه خون میگیرین. دل بدین ببینین چی دارم میگم. چیه؟ ایوه حالا این عروسک که میگی آدرسش کجا ها؟ شرمنده اخلاق ورزشیتم. چند دقیقه پیش اجارش دادن رفت. خیر بگذاره ناصر. جوجه تیغی و بچه هاشم دیشب گرفتن. عکسشون هم انداختن. ای بابا چی باش بوده؟ چیزی نبوده. 400-500 تا ضبط ماشین بود و یکم مخلفات.
مخلص آقازبی هم هستی. خب به جمالت گفتم اگه یه موقع کاری چیزی بود ما رو بی خبر نذار، همه جوره در خدمتیم. هیچ قفلینی که به دست من باز نشه. ایتالیایی، آلمانی، سوئیسی، چینی که خوراکه. نیستم، تو ترکم. میبینی که رفتم دنبال کار خانوادگی. بله. بری واسه مامان بچه ها میبافی؟ ای بابا، جلال یاکوزا هم رفت هتل؟ میگم 16، چرا به تو میگم 13؟ نحسه تا حالا 30-40 تا دزد و 7-8 تا ملخر رو روونه هتل کرده. پیری اینا رو هم تو روزنامه نوشته؟ قربون دست دید 2 دقیقه اینو میگی؟ چطور شد؟ 1 2 3 حالا دیگه 3 تامون رفتیم بالا دیگه. این مهموش ما رو گذاشته سر کار. اینجا که از جیب منم خالی تره ناصر. آقا زبی هیچی نیست، خونه خالیه. میگه اونور چشمونو کور کردی؟ ببخشید. بابا من با تو نیستم، میگه اونور. بر شیطون لعنت، تو دیگه اینجا چیکار میکنی؟ من هیچی من داشتم اینجا رد میشدم، گفتم بیام تو ببینیم چه خبره. زود باشید، الان نسیش ما رو میگیره و پلیس میریزه اینجا، هممونو میگیره. در بریم. تو واقعا چی ببین این چرا قوه رو یه امشب به ما قرض داده، کار ما راه بیفته. شو
خدا کنه 100 تومن بیارزه. سیر روز در شب، ستاره شناسی میری منجم بی ستاره، فیلم یادت نره، عشقی عاطفی سراسر زد و خوب. خدا به خیر کنه. تو دزدی فرش زبونت تو گاز بگی مال آبجیمه، دستش تنگ بود گفت ببر برام بفروش. به درد من نمیخوره. 200 تومن بده قال قضیه رو بگی. 200 تومن بازار فرش رو میخوای بفروشی؟ این خرسک خیلی که بیارزه. 100 تومن 1 قرون هم دیگه پایین نمی. صد تومنه نه 100 تا 1000 تومنی. کور که نیستم، دارم میبینم. من که نمیفهم تو چی میگی. کلان تربیت ترجمه کن ببینیم زبان بسته چی میگه. میگه دیشب ضبی بر بچه‌اشو گرفتن. این تو که چیزی ننوشته. میگه هنوز خبرش به روزنامه نرسیده، فردا صبح چاپ میشه. 12 الان با فیلت میتونی کیش بدی دیگه. تو چرا کیش نمیدی با فیلنو؟ 41 23 با وزیرم بود. الان با وزیر میتونی. ناز 60 شون به اینا میگن دوست. شبانه رفتن تو موزه یه فرش عتیقه رو هاپولی کردن و ده برو که رفتی تا صبح هم هیچکی نفهمید. ایول داره کارشون. حالا کار کی بوده؟ کار بچه ها اینجا نیست. این کار سواد میخواد. خوشم اومد. نشون دادن تو دوز جماعت هم آدم حسابی پیدا میشه. دمشون گرم. خیرشو بده. چه مرگه روزنامه رو خالی کردم. کجای بریم؟ دعوینا شدم. باز که تو سر کلت نیزی پیدا شد بچه چی کار داری؟ باکمن چه کار داری میکنی؟ فیروز بگی که مرگته بگی تحویله سرطی میگرد چی نداری؟ چه غلطی داری میکنی؟ چه کار داری؟ بره سرده اونو بره سرده بره سرده از دیگرم لحظه پا عصب آدم توف بگوره هرچی دوزده بی غیرت مگه اینجا پیدا نشه فیروز تو که باد بهشتی چند میارزه درختی تو زمینه فیروزه آسمون گلاشو باد آروم آروم برده بود بالا اونجا رو نگاه کن
کجا؟ اون بالا رو میگم، اون گلای قرمز همچین ملوس. الهی ببخشید. ببخشید. نگاه کن اون قرمزه میبینی؟ ریز آره. خب اون که گلش صورتیه. قرمز. نه شما اگه خوب دقت بکنید میبینید دقیقا صورتیه. کوررنگی داری؟ فرق بین صورتی و قرمز رو نمیفهمی؟ واسه همونی که شما میگید قرمز چه فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. بله. ببخشید سرکار خانم محترم، این قالیچه باغ بهشت چند رقمیه؟ همه رقم من دیوونشم. نه منظورم اینه که بالاخره قیمتش چنده؟ قیمت باغ بهشت قیمت نداره، همچی باید با دلت بیای سراغش. اون که بله، ولی خب بالاخره مزن بازاری فی قیمتی داره دیگه نه؟ شما؟ یه عاشق. خجالت بکش آقای محترم، خجالت بکش. سرکار خانم محترم، سوء تفاهم شده. شما یه لحظه به من اجازه بدید، معذرت میخوام. ببینید من منظورم عاشق فرش بود. من عاشق فرشم. من هر وقت میام این موزه با همه دلم میام. من 2 ساله هر روز اینجام، شما رو تا حالا ندیدم. خب به خاطر اینکه شما همیشه همه حواستون به باغ بهشت بوده و من هر وقت شما رو میدیدم که شما فقط و فقط دارید با اون حال میکنید. پس شما هم دیدین آقا، دیدین من چقدر زحمت کشیدم. من چشامو تمام نوک این انگشتامو گذاشتم روی این فرش. بله دیدم شما واقعا زحمت کشیدید. خب بر چی؟ به خاطر پایان نامم. این پایان نامه من بافت دوباره این فرش بود. 2 سال تمام خدا شاهد من چه زحمت ها کشیدم. از جون و دلم من برای این فرش مایه گذاشتم. همین هفته پیشم تموم شد دیگه، به خیر و خوشی. تا اینکه سر و کله این دزدای نامرد بی همه چیز نمیدونم از کجا پیدا شد، همه چی رو ریخت به هم. ببخشید خانم، بالاخره به بنده نگفتید که این فرش باغ بهشت چند رقمیه، یعنی قیمتش چنده؟ آقا شما سواد دارین؟ بله من لیسانسیم، لیسانس اورولوژی. بسیار عالی. شما تشریف ببرین قسمت انتشارات، اونجا بروشور موزه رو بگیرید، جواب تمام سوالاتون هست. تمام؟ بله فقط دیگه سوال دیگه. بفرمایید. شما دماغتون رو عمل کردین؟ منظوری نداشتم، همینجوری گفتم یه سوالی پرسیده باشم. قیمتاش نوشته. ببخشید معذرت میخوام یه لحظه. ببخشید خانم، توی این بروشورها همه چی قید شده الا اون مسئله اساسی، یعنی قیمت تو اینا ذکر نشده. آقای محترم، مگه میشه روی فرهنگ قیمت گذاشت؟ نه. مگه میشه روی تاریخ یک مملکت قیمت گذاشت؟ خب نه. خب اینا کار آدمای بی فرهنگه که میخوان همه چیز این دنیا رو به پول تبدیل کنن. بله. خب این دزدا کیان؟ این دزدا همون کسایی هستن که رو ستونای تخت جمشید میان یادگاری مینویسن. آقا سرباز هخامنشیرم فروختن. اونم فروختن؟ آدم فروشا چند؟ ببخشید شما مطمئنید که دماغتون رو عمل نکردین؟ فرش یکی از مهمترین جلوه‌های فرهنگ و تمدن ایرانی است. فرش‌های نفیس ایرانی در موزه‌های جهانی روایتگر شکوفایی و زیبایی شناسی عمیق ایرانیان است. زیبایی شناسی کیلویی چند؟ قیمت بده داداش.
زیبایی فرش دستباف ایران مدیون طرح و نقشه دلانگیز آمیخته به رنگ‌های جذاب آن است. ولمون کن داداش. چند رقمیه بابا؟ پر بیرانه میگنم. خیلی باحاله. یه خونه تو دربند، پایینش یه مغازه، دل و جگر و قلب و کمک، حلال مفصل، شبا چه قلقله‌ای بشه، یه تلویزیون 70 اینچ واسه بابا غلام با 1000 تا دیویدی عشقی و عاطفی و اکشن. حال کنه پیرمرد. من طاووس اون که دیگه جای خود داره. یه سفر مشهد یا نه کربلا. نوکرت هم ننه. به خودم چی؟ ای پدر سوخته. مرد استایی با 100 تومن راه افتادی اومدی در خونه آبروزی را بندازی؟ کی صحبت پولو کرد؟ مرد حساب اینجا داشتم رد میشدم دلم هواتو کرده بود. گفتم بیای با هم بریم یه ناهاری بخوریم. من اشتها ندارم. نه عصبانی نشو. 4 قدم راه بری اشتهات وا میشه. مگه اینکه بخوای تک‌خوری کنی. منظور مال خاله زنکاست. مقصد کلام این که شهر کوچیک خبرها زود پخش میشه. اونم خبرهای فرهنگی. ببین فیروز بریم سر اصل مطلب. فرش از تو فروشش از من. 50-50 خوبه؟ سردید نکنه. صاحب مال تویی. تو اسم بذار من صدا کنم. میفروشیمش 90 تومن. باقیش مال تو. برو زندگی کن. چیه؟ ذوق مرگ شدی؟ این اسمش شراکته؟ من نمیخورم. اون که نوش جونه. اما 60 چه؟ 80-20 70-30 تضمینی چی؟ بالاخره هر قراردادی باید یه بیونه‌ای وسط رد و بدل بشه وگرنه من میرم با یکی دیگه شریک میشم. آره درک ضرر. اون 100 تومنی که ازم گرفتی همون بیونه. دستت هم درد نکنه. تو اهل معامله نیستی. خدا بشین غذا تو چه زود قهر میکنی. اینجوری نبودی که بشین. آره بابا. آها سلام. جواب سوالتون رو گرفتین؟ بله خیلی هم متشکرم. اتفاقا راهنمایی شما بسیار مفید فایده هم واقع شد. فقط یه سوال کوچیک دیگه داشتم. آقای محترم اورولوژی، من دماغمو عمل نکردم. بعدش هم آقا اون چیزی که توی زندگی یک زن و مرد به نظر من اصله واقعا این چیزا نیست. از صداقت آقا همین. نه آخه اصلا سوال من این نیست. سوال من یه سوال فرهنگیه. خیلی خوب بفرمایید. بله ببینید فرشی با قدمت 120 یا 125 سال با نقشه درختی و گره شمار 70 رج با زمینه فیروزه‌ای
در ابعادی معادل برگردی 1 متر و 20 در 2 متر و 13 بله همین. الان مزن بازارش چقدره؟ یعنی الان چند رقمیه به نظرتون؟ ببینم این فرشی که شما میگین باغ بهشت نیست؟ باغ بهشت؟ نه ولی خب یه چیزی تو همون مایه هست، خیلی شبیه مال یکی از همین بچه های پایینه. خب به نظر من بهتره به این بچه های پایینتون بگید که بهترین کار اینه که فرش رو به موزه اهدا کنن. نه فروشنده نیست اصلا، یعنی فروشنده فرهنگ نیست، همینجوری حال کرده بدون فرهنگ تو خونه‌اش چند رقمیه. آها متوجه شدم. ببینید از نظر من مادیات اصلا تو زندگی اهمیتی نداره. اون چیزی که مهمه محبته، عاطفه است که واقعا اصلا قیمت گذاشتنی نیست. بله اما همون لحاظ. بله خب ببخشید نگفتید این کالای فرهنگی رفیق ما چنده؟ بابا بی خیال دیگه، شما هی گیر دادی چند رقم پر رقم. من چه میدونم آقا، زیاد، شاید مثلا 1 میلیارد. 1 میلیارد بعد 1 میلیارد چند رقمیه؟ یعنی چند تا صفر داره؟ 1 میلیارد چند تا؟ من فکر میکنم که مثلا 9 تا، مثلا 9 تا، بعد با یه دونه 1 میشه 10 تا، یعنی 10 رقمی. حالا خب که چی شد؟ بله الو 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 فیروز کدوم گوری هستی؟ الو مستر یعقوب. ببخشید چه خبر؟ مثل آدم حرف بزنم میگم چی میگی؟ گفتم کدوم گوری هستی؟ من الان موزه هستم برای رسیدگی به یه سری امور فرهنگی. این امورات فرهنگی بخوره تو اون سرت. پاشو بیا مشتری پیدا کردم. جدی میگی؟ ببین عزیزم من الان که اصلا حوصله بیزنس رو ندارم. جلو کدوم ننه مرده‌ای داری قپی میای؟ میگم مشتری ردف کردم، پاشو بیا طلب طالب فرشه. برای بعد از ظهر قرار گذاشتیم. بیا تا تنور داغه بچسونیم، حرف مفتم نزن. باش خدا میرسونم. باشه عزیزم. اوکی پس تا بعد میبینمت. بای. میبینید اصلا نمیذارن 2 دقیقه آدم به عشقش برسه. بابا چرا شما خانم همه چی به خودت میگیری؟ به به خیلی خوش اومدین قربان. بفرمایید که چای تازه دمه. بفرمایید. زحمتتون شد. خواهش میکنم. چه زحمتی. شما افتادین تو زحمت. خیلی لطف کردید. خب بریم سر اصل مطلب. ریش و قیچی دست خودتونه. بفرمایید. فرمایش میکنین ها. بزرگی گفتن کوچیکی گفتن، ما در خدمتیم. شما بفرمایید. اختیار دارین. اتفاقا من اونقدر جذب رفتار و شخصیت و منش شما شدم که اصلا زبون تو ای بابا چقدر تعارفتی که پاره میکنید باز هم دیگه. من خودم میرم سر اصل مطلب. شما اگه میشه صحبت نکنید. بفرمایید. بذار حرفشو بزنه. زمونه جووناست. عرض میکنم خدمتتون 1 میلیارد که میشه 10 رقمی. یورو یا دلار؟ خب همون دلار. نه اولا. البته یورو باشه بهتره. شما که وضع بازار رو بهتر از ما میدونید. بله کی که از وضع بازار بیخبر باشه.
این که باتری نداره. یه قلمی بنداز توش ببینیم چقدر میشه. ماشین حساب نمیخواد بشین اینجا. نگران اونش نباش. اونقدری هست که 7 پشت فک و فامیلت باش حال کنن. فرش اینجاست؟ اول پول، نقد. خب تراول باشه بهتره، نه که جا کمتر میگیره. آفرین پسر. نه پسر باهوشی هستی. تازه داره ازت خوشم میاد. شیطون بابا، یه وقت تراولا رو گم نکنی. چرا شوخی خرکی میکنی؟ چرا چی میکنی؟ های آفتاب دوزای 2000. فکر کردیم با کی طرفیم؟ اگه شما دوتا نخاله این دوتا قاشق نشسته نپریدی بودیم وسط، اون فرش اون بارا. آقا جون چرا اینجوری میگه؟ کشت بچه مردم دردش میاد. نکن آخ تو سرت کنم. تو رو چه به میلیارد. فرش کجاست؟ فرش؟ من خام شدم، گول خوردم. یعنی این منو گول زد. گفتش 10,000 تومن بهت میدم بیا اینجا بگو من فرش دست منه، وگرنه من اصلا به عمرم رنگ فرشم ندیدم. این منو خام کرده، این منو گول زده. چرا دروغ میگی قورباغه؟ من فرشم کجا بود؟ من اصلا ندیدم. آقا گول قیافه اینو نخورید. این قیافش مظلومه، وگرنه یک جنس خرابی داره. فرش همین جای گلگوشه قایم کرده، بزنی تو دهنش میگه همه رو. بزن تو. عزیزتون داره دروغ سرم میکنه. من ندیدم. آقایان اراده خوب بگرد. یه جایی قایم میکنه به عقل جن نمیرسه. توف تو رویت بچه، چرا دروغ میگی؟ ولکن کن جان آقا. بابا دروغ داره میگه. پسر نظر این دره. از حلقومتون میکشم بیرون. فرش کو؟ فرشم کو؟ فرش من کو؟ ننه کجایی؟ داد نزن رفت. فرش من کجاست آقا غلام؟ فرش تو شک میکنم پس هستم. بی خیال شو آقا غلام. ننه کجاست؟ رفت خونه فیروزه جونش. دختر یکیه دونه اون مرتیجه گردن کلوب تلسکوپ تو رو هم با خودش برد. یا خدا، خونه آبجی فیروزه، خدایا خودت بخیر بگذار. اگه دختر لغات بارت کرد با پشت دست بزن تو دهنش خون بالا بیاره. بابا این گردن کلوبته. سلام ننه کجاست؟ مامان همون دیگه با مامان کار داری، وگرنه من که آدم نیستم که بیای حال منو بپرسی. چطوری فیروزه؟ خوبه. کمال چطوره؟ خوبه. بچه چطوره؟ خودش
کدومشون؟ همه آخریه تهیه. وای داداش جیگرم میگی الهی قربونش بره مادرش. نمیدونه خدا بهم چی داده که قرص ما. چشای رنگی صورتی که گله نمک بچه به خودم بردم. روز 100 دفعه واسش اسفندود میکنم. خیلی ماهه. کمالم هر روز صبح که میره بیرون واسش صدقه میذاره کنارا. با وجود این دیروز منم بچه‌مو دیدم رفتن. بچه‌م از اون موقع تالنده شکمش روون شده. ای بابا ننه کجاست؟ چه خبره که صداتو گرفتی رو سرت بچه بیدار شد؟ یواشتر یه بر گم نشو. ننه تابوس کو؟ علیکی سلام. سلام کو؟ چی کو؟ فرش کو؟ اینقدر فرشش نکن میشنوه بچم ناراحت میشه. اینه خب فرش کجاست؟ گفتم اون فرش تو چشم روشنی فرستادی واسه جیگر. اینقدر خوشحال شد که نگو. جگر؟ من به گور بابام خندیدم. فرش کجاست؟ ای تو اتاق بچه. بچه؟ این چیه؟ این بهش میاد یه ماه و نیمش باشه؟ من چه میدونم حتما رشدش خوب بوده. مگه شما نگفتید این 3 روز زایده؟ حالا من یه چیزی گفتم. خواهرت یه ماه و نیم زایده. تو اصلا خبر داری؟ آقدایی رو باش. به تو اون روح کمال سه. چه غلطی داری میکنی تو؟ گریه بچه رو چرا در میاری؟ مامان این بچه چشه؟ چیزی نیست. کار خرابی کرده عزیزی مامان. شما ها لون بستید بگی بینم. بیا بگی اینو قشنگ بودو باری کلا نندازی. بله بابا دایی فیروز اومده. کی؟ ماشینیه؟ ماشینی کدومه؟ دستباف اصله. فرشه دیگه نه؟ خوب آره. از کجا خریدی؟ از بازار. کدوم بازار؟ بازار ماهی فروشا. سوالایی میپرسی مرد حسابی. خب فرش از کجا میگیرن؟ از بازار فرش فروشا دیگه. اون وقت چند خریدی؟ ناقابله. حدودش هم میتونی بگی؟ دایی جان اینقدر از روی این فرش ندوین. اینقدر از روی این فرش ندوین. این جیگر له میشه. نازت میرم. خانوم مردیم از گشنگی. بده اون الیو بده به من. بده نره سراغ جیگر. بدو بی برو بغل بابا. مامان اون برنجه رو روش از اون زرده بده. با بچم چی کار داریه؟ خب بریزه یه دفعه رو سر بچه. میگم از اون ور برو. بیا زیاد برنج نپختیم بخور. حالا تو اگه خورش نیاری نمیشه نه باز حالا خود تو سرت بچه رو باز چی میزنی؟ حالا ریختم که ریخت فدای سرش. بی مادم کنار ببینم. فدای سرش اگه میرختی فرشی. بچم که چیزیش نشو. نه خیلی. وای اینجا چرا اینجوری شده؟ چیزی نه این بچه باید خورش بیاد یکم ریختی. خب یه قرص چیزی بده به این بچه. بابا این باز دوباره کار خرابی کرد. تو چه فکری آقا کمال؟ تو این فکرم که این داداشت چقدر خنگه. این چیه بشته ارده قد کفیه دست. اقلا یه ماشینیشو میورد که به درد اون بخوره. اون خنگ نیست. شما ساده. یعنی چی؟
یعنی اینکه یه کاسه زیر نیم کاسه است. من این شازده آقا غلامو خوب میشناسم. 5 تا شکم زاییدم، تو سومیش داشتم تا پای مردن میرفتم. اومد به من سر بزنه؟ نه. چی شد که سر این شیشم یه دفعه آبجیش براش عزیز شد؟ یه ککی به کلاش هست، تو صبر کن، من سر کارش در میارم. فیروز بیا دیگه، صبح شد. چرا انقدر داد میزنی؟ چیه؟ بیا بریم دیگه. من امشب اینجا میمونم، شما برو. یعنی چی من میمونم؟ یعنی چی نداره؟ بعد یه عمر میخوایم پیش آبجیمون و بچه‌هاش بمونیم. بعد وقت میگی چرا به فکر فیروزه نیستی؟ ببینم مامان این ساعت شب تنها باید بره خونه؟ واسه چی تنها؟ پنجشوار گردن کلفت چی کار است؟ صبح تا شب غریبه ها رو این ور اون ور میکنه، یه شب هم مادر زنشو برسونه. کمان چکرید. بزن بده اون ور. برین اون ور ببینم. خانم فرش این وریه دیگه. بده پایین. چی بشه این وریه تو میگی بده. بده پایین. چی کار داری میکنی تو؟ دارم خرابکاری جیگر مامانو میشورم با. ببند اون شیرو. یعنی چی؟ برو اون ور ببینم. میسته که نکن. فیروزه مگه این بچه غیر از شیر چیز دیگه هم میخوره؟ من چه خاکی تو سرم بکنم این چجوری پاکش کنم؟ چرا کلا منو گذاشتی سره؟ کجا با این عجله؟ نهار میموندی؟ برمیگردم. فیروز خانم چیه؟ فرشو خوش کرد، یه چیزایی هم گفت، یه بارم تو سر خودش زد، بعدم با عجله رفت بیرون. رفت؟ هرچی سر همین فرش هستی که این راه بره به خاطرش ترش میکنه. کمال راه میفتی میری دنبالش یواشکی یا نه؟ هر جا میری سرک میکشی، قشنگ سر از کارش در میاری، بعدم میای به من میگی جلو بچه‌ها هم حرف نمیزنی. یه سوال فنی داشتم. باشه میگم. اگه یه لکه روی فرش بیفته از قیمتش کم میشه؟ بستگی داره چه فرشی باشه. یه فرش تو مایه های همین فرشه اینجا. چه لکه ای؟ گلاب براتون کار خرابی. من نه بچه. خب حالا کاریه که شده دیگه، بچه هست دیگه. حالا باید چی کار کرد؟ یعنی باید چجوری پاکش کرد؟ آقا جان کار آسونی نیست، تخصصیه. باید بدینش به یک مرمتکار فرش. شما بزرگواری کنید، من راهنمایی بکنید، من خودم شخصا پاکش میکنم. پاش برو کتاب خونه. گفتی سواد داری دیگه، کتابشو بخون، اینقدر مزاحم من نشو. دست شما درد نکنه. ببخشید نگفتید من چه کتابی رو بگیرم؟ کتاب هنر آشپزی و نگهداری فرش‌های آلوده. لطف کنید کتاب هنر آشپزی و نگهداری از فرش‌های آلوده.
عرض کردم کتاب هنر آشپزی و نگهداری از فرش‌های آلوده لطفا. ترک نیستم، شنیدم. خب پس لطف کنید برید بیارید. برو آقا جون، برو با همقدر خودت شوخی کن. دست شما درد نکنه. واقعا از این کتابی که به معرفی کردید لذت بردم. فقط تنها چیزی که بود من نتونستم مشکل خودمو با این کتاب حل کنم. اگه کتاب دیگه تو ذهنتون دارید اونو به معرفی بکنید، من مشکلمو باهاش حل بکنم. آره ببینید کتاب نگهداری از فرش‌های نفیس جلد سوم صفحه 223 اون مثلا این صفحه نوشته که لکه‌های حاصل از ادرار و همین چیزا دیگه. برو بعد وقت بچه و بزرگسال نداره به دلیل اختلاف اسید و اوره و آمونیاک. برو. لطف کنید کتاب نگهداری از فرش‌های نفیس جلد 3 صفحه 200 ببخشید یه لحظه یه سوال داشتم. تو کار و زندگی نداری؟ چرا؟ تو خودت خار مادر محترم نداری؟ چرا؟ ولی خب یه سوال فنی هم داشتم. سوال یکی میشه، سوال دوتا میشه. من اینجا آبرو دارم. آقا چی میخوای از جون من؟ خیلی خوب قول میدم دیگه سوال آخرم باشه. ببینید اینجا ننوشته برای پاک کردن کارخرابی بچه از روی فرش از چه مواد و متریالی میشه استفاده کرد. نگاه کنید اینجا نوشته میشه پاک کرد. تو این سفر رو پاره کردی؟ من پاره نکردم که، این خانم کتابخونه داره پاره کرد، بعدم به صورت امانت داد به من، گفتش کارتو که انجام دادی بردار بیا پسمون بده. ولی اصلا اون ول کن اون خانم رو، چیکار داری به اون؟ من فقط نمیدونم این موادی که اینجا نوشته برای پاک کردن کارخرابی بچه از روی فرش به درد زمینه لاکی میخوره یا به درد زمینه فیروزه‌ای با گلای صورتی هم میخوره. اینو بسیار خوب، شما اجازه بدید من الان میگم که دوستان بیان خدمتتون کاملا توضیح بدن. عزیزان حراست میگم خدمتتون، فقط باشین اینجا. زمینه فیروزه‌ای با گلای صورتی، باغ بهشته. چه وضعش خانم؟ من زن بچه دارم. فردا دادگاه و داوطلب‌کشی داریم آخه. تو رو خدا یه خانم من خواهش یه دقیقه گرفتاری شدیم مثلا این راه رو اومدیم ما. اشلون بیا دایی. نه اشلون که بزغاله؟ اشلونگه دیگه. گرد صابونه. دایی فرقی نمیکنه همونو بزن. تو چه ربطی داره میزنی؟ برید بیرون تو حیاط ببینم. یالا بودو ببینم. زود زود. چه خبر؟ خب چه این بدتر شد؟ قربون دستت بپر اون سشوارتو برده بیار. سشوارمون سوخت. گفتم چه خبر؟ خبر بدبختی، خبر خاک تو سری من. خاک تو سری تو که خبر جدیدی نیست. میخوام ببینم من موزه فرش چه خبر. موزه فرش؟ موزه فرش کجاست؟ دروغ میگه. به خدا من خودم دیدم. رفت موزه فرش اون ساختمون گنده سر فاطمه. بله آقا فیروز با همه بله با ما هم آره.
ببینم اصلا ماجرا چیه؟ تو انقدر دور و ور این فش جلز ولز میکنی، عین نخود برشته بالا پایین میپری. تو که تا دیروز اصلا عین خیالت نبود ما میمردیمم. حالا محبتت قلمبه شده و من تو خونه من تکونم نمیخوری؟ قلمبه؟ خانم یکی رو خیلی خوب اومدین. نه جون کمال، من گفتم ما که این فرش رو آوردیم چش روش این واسه جیگر، حالا کثیفش کرده اینجوری بده، به خاطر همینم رفتم موزه فرش که ببینم چجوری تمیزش کنیم. از اون نظر آخه چه برادر مهربونی دارم من. پس اصلا دیگه بی خیال فرش، واسه چی اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ تو که این فرش رو چش روشنی آوردی واسه جیگر، منم که واسه جهیزیه‌اش نمیخوام. ایشالله تا این تیکه ماه من بزرگ میشه ما 100 تا فرش از این بهتر خریدیم. از این به بعد میندازیمش زیر جیگر، اینم شکمش روون هر کاری دلش خواست رو این فرش میکنه. بقیه فرشم هم سالم میمونه دیگه. جیگر رو نمیبندم. خوبه؟ نه 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 جونه ننه فیروزه نه. ببین فیروز، تا این بچگیت انقدر کتکت نزدم که زبونت یه وریت دهنت بیفته بیرون. عین بچه آدم خودت بگو چه کلکی تو کارته. شنیدی چی گفت؟ گفت زبون باز کن، زبون بسته. ببینم تو اصلا چه کاره ای؟ تو کار زندگی نداری رو ربط من راه میافتی؟ ببر مسافرت بکش. فیروز حرف بزن. تشریف میبرین؟ نه فقط احساس کنم یه مقدار تو اکسیژن کم بود، نفسم گرفت، گفتم بیام بیرون یه مقدار هوا بخورم. آره خب هواخوری واسط خوبه، شاید باعث شد مغز پوکت یه نموره به کار بیفته. حرف دهنتو بفهم. حرف نزن. تو چی فکر کردی؟ تو فکر کردی من واسه چی 2 سال عمر و جوونی و زندگیمو تلف کردم تا بتونم جفت اون فرشو ببافم؟ واقع بهشتو میگم. خب معلومه واسه نمره دانشگاه دیگه. نمره دانشگاه نه، یه نمره ارزش 2 سال جون کندن رو نداره بچه. نه، میخواستم مال من باشه، فقط مال خودم. 2 سال تموم پدر خودم رو در آوردم، قاپ تمام کارمندای موزه رو دزدیدم تا بتونم یه فرصت مناسب پیدا کنم جای 2 تا فرش رو با هم عوض کنم. همه چی داشت رله پیش میرفت که یهو سر کله آقای سرقمی پیدا شد و زد تو کاسه کوزمون. سرقمی چیه؟ دزد 100 تومانی. چجوری فرشو بردی؟ واقعا نمیدونم، اما میدونم که بهش گند زدی. من نه، بچه آبجی بیروزه گنده زده. حالا هر کی، الان مهم اینه که یه فرش 10 رقمی به اون عظمت و یه دزد 3 رقمی به گند کشیده. حالا اینم هیچی، بدبختی اینجاست که تو نمیدونی چجوری باید پاکش کنی. آره به جون عزیزت، یعنی اصلا دیگه دارم قاطی میکنم، یعنی هر کاری میکنم این لکه پاک بشه، پاک که نمیشه هیچی، هی داره پررنگ‌تر میشه. خب همینه، آخه کار تو نیست، اون کار منه. چی کارته؟ از بین بردن لکه رو میگم دیگه. ولی هوا برات نداره، شرط داره 50-50. درد پس شما هم این کاره یا؟ خیلی ببخشید، آقا فیروز راجع به شما چیزی نگفته بودن. شما خانومه؟ بله ایشون خانوم. من خالقی هستم، نازی خالقی. خالقی هستن نازی خانم. ماما بابا گفت واسه یه زندای چای بیاری. گمشو برو تو اتاق ببینم. زندایی کمالم عقلش پاره سنگ برمیداره والا. خودش آخه یادش رفته 2 سال تموم دم خونه ما این سگ لنگ واق کرد تا منو دادیم بهش. نه چک زدیم نه چونه عروس خانم تشریف آوردن تو خونه. حالا تو چرا طورش کردی؟ دختره که به نظر من بد نمیاد. مامان جون، دختری که پاشه با پای خودش بیاد تو خونه بزن لابد عیب و ایراد چیزی داره دیگه. اونم دخترای این دور و زمونه. واه از حالا خواهر شهربازی در نیاری یا بفرمایید، تو رو خدا ناقابله.
ببخشید نازی خان، من بیادبی نکنم، میخواستم بپرسم شما دماغتون رو عمل کردین؟ بله، اصلا انحراف داشت، عمل کردم. مشکلی داره؟ وا اصلا معلوم نیست. بیا دیدی گفتم یه چیزش میشه، خودش داره میگه انحراف داشتم. خدا مرگم. بابی مامی قربونت بره، پاشو برو پیش داییت بشین. باش. جونم قند اصلا. بخور. اون بر عزیزم، اون بر. آخ. چی میگی؟ میگم سرکار خانم نازی خانم، شما این جیگر مامان رو دیدین؟ جیگر؟ آپا دقت نکردین. تشریف بیارید یه لحظه. بیا دیگه. کجا؟ بیا. جونم خانم تو رو خدا بگید ماشاءالله. ماشاءالله. ای خدا. کشه نگاه. چیه خانم؟ جونم بچم سله ترک شد، منم شدم خوش شد. این چه کاری کردی؟ چی شد؟ چرا قاطی کردی؟ خب بچه است دیگه، عقلش که نمیرسه. میراث فرهنگی رو انداختی زیر پای یه بچه که دم به ساعت خودشو خراب میکنه. طلبکارم هستی؟ ببین چه بلایی رفته سر باغ بهشت من آورده. خب چه کم روش پیدا کرده؟ شما میگه چی کار کنیم؟ بچه شکم روش پیدا کرده خواهر جونه چی؟ 6 تا شکم زایده این زن هنوز نمیدونه فرش نازنین پتونیست که اینجوری ملافش کنه. سوراخ کردون بدبخت مادر مرده رو. الان وقت این حرفا نیست. الان باید ببینیم چی کار بکنیم که درستش کنیم. میخوام هنرتو نشون بدی، ببینم خالی بستی یا نه واقعا این کاره ای. تا فردا صبح، فقط تا فردا صبح وقت داری فرش رو بیاری موزه تحویل بدی، وگرنه چنان هنر نمایی میکنم که تا آخر عمرت گوشه زندون بشینی حالشو ببری. خول شدی؟ جا زدی یا میخوای تناخوری کنی؟ ببین اگر تا همین الان پلیس خبر نکردم فقط به خاطر اینکه من معتقدم تو زندگی زناشویی اصل تفاهمه. زن و شوهر خودشون بعد مشکلاتشون رو حل کنن دیگه. مله؟ فردا صبح دم موزه منتظرتم. صبر میکنم تا بیای با فرش. بعد با هم میریم تو، فرشو میذاریم سر جاش، قائله ختم و تمام. دیر نکن که قاطی میکنم الانم میری داروخانه یه قرص میخری میدی اون خواهرزادت جلوش شکم روششو بگیره. میترسم تا فردا صبح چیزی دیگه از اون فرش باغ بهشت من باقی نمونه. ببین چه بلایی سر ای نامرد، دیدی چه رو دستی به ما زد؟ برای چی فرش دور دزدی کردی؟ همه فرش سلاخ کرده شده این جیگر زلیخا. خب چی میدونم، گفتم لابد اینجوری مثلا سالم تر میمونه. فیروز بهت گفته باشم این فکر از سرت به در میکنی که بخوای این دختره رو بگیری یا شیرم رو بهت حلال نمیکنم یعنی اینکه یه جوری ازت نمیگذرم من. حالا داداشی این مثلا ما چقدر میتونیم روش حساب کنیم؟ بالاخره گرفتاریم، سهم ما چقدر از این فرشه؟ بله سهمتون، سهم چیچیتون
دکی هنوز چی نشده زدی زیرش؟ مگه قرار نبود یه دونه تاکسی صفر برای من بگیره؟ من که با این چیزا با این سنار سشه یا راضی نمیشم. این فرش مال مردمم نبوده که کسی چشش دنبالش باشه. این فرش مال جیگر مامانه. خیلی خوب، نمیخواد از حالا چرکی بندازید؟ برو بشین دعا کن با این متلکایی که به اون نازی خانم انداخته باشی کار دستمون نده. راست میگه ها. نکنه تو الان رفته باشه لومون داده باشه. غلط کرده دختر دماغ عمل کرده. تازه خودش که گفت قبلا انحراف داشته اصلا. دایی دم در کارت دارن. دست درد نکنه. حیف اون همه زحمتی که من واسه تو کشیدم. سرکار تو این بچه رو بی پدر بزرگ کردی، اینجوری جواب زحمتای منو دادی الان که بمیری که آبروی منو تو محل بردی. سرکار به جدت قسم ما این بچه ها رو با نون حلال بزرگ کردیم. ما اصلا روحمون هم خبر نداشت که این فرش دزدیه. اصلا نمیدونستم خدا ما تو این محل آبرو داره. چی داری میگی فیروزه؟ ای فرش دزدی کدومه؟ بیبار کنار بینم. بخش آقا این کی باشن؟ سروان جمالی، مأمور اداره قانونی. ببینم فیروزیزا تویی؟ نه دروغ بگه سرکار. خودشه. کسی از تو سوال پرسید فوری فضولی بکنید دهن لق. سرکار ببخشید چرا همچی میکنی؟ چرا آقا پسر بله فرش کجاست؟ کدوم آقا فرش همین تو اتاقه. فرش خودم میارم تقدیم برادران نیروی انتظامی میکنم. آقا به خدا ما مشغول و زمه ای مگه من و این مرد میدونستیم این فرد دزدیه؟ بله ما اصلا از اول خبر نداشتیم. بله اومد با گردانی کج بایزاد که من این فرش آوردم چش روشنی واسه بچه‌تون. آقا من خیلی سرم یکی دیگه هم زاییدم آخریشه. جیگر مامانو میگه. کمال آقا به خدا آخه با انقدر مردمون ساده ای هستیم انقدر زود گول میخوریم. گولشو خوردیم بکردیم آبجیشو دوست داره نمیدونستی بخواد این کنه. الهی چه جیگر بزنی که با آبجی اینجوری کردی. خجالت بکش دزده. خاک به سرم خیلی صدا کردیم الان آبرومو میره. تو رو خدا تشریف بیاری تو. آخه ما خیلی مزین شدیم امروز شما آمدی. یه قندی چایی چیزی میل کن. خوش آمدی. میگم فیروز خانم واقعا شانس آوردیم و رفتن خدا به خیر چه نه مردم اینقدر ترسو بعد میزدی تو دهنشون. کمال خیلی آدم فروشی. الهی بمیرم برای اون داداش مظلومم. الهی بمیر. مگه من چشمم به اون فامیلای تو نیفته؟ میگن به زن جماعت نباید اطمینان کرد. ای تو اون روح پدرت نازی خانم. وایسا دیگه وایسا ببین تو محل زایه است. به جان خودم زایه است. ما کنی دمت گرم آقایی میکنیم جبران میکنم جان خودم. دمت خیلی گل خیلی باز کن باز کن دست گلت درد نکنه. خدا چی کجا برسم آقا تراوله رو شمردیم. 1 میلیارد درست بود. میدونی من دوست ندارم که مدیون کسی باشم. نگاهشون کن 2 تا آفتاب دزد ابله 2 تا بچه پررو. بلندشون باید یه 4 کلام با هم صحبت کنیم. ببینید آقا من با یه دزد فرهنگ 3 رقمی هیچ حرفی ندارم. هر کاری داری همینجا. اینجا نمیشه. چرا نمیشه؟ چی؟ این خب درست. آه من سلام علیکم ببخشید. بله اگه بشه بریم یه جای خلوت. درست صحبت کن. نه منظورم اینه که بریم یه جایی دور از 4 تا چشم، دور از چشم عزیزان خسته نباشید حراست، بتونیم یه 4 کلام حرف حساب بزنیم.
ببینم آقای شما مطمئنین چه کسی به حرفمون گوش نمیده؟ بله خیالتون راحت باشه، اینا اصلا کاری به ما ندارن، دارن فکر میکنن. سلام خانم، چی میل دارین؟ من خب چی داریم؟ اسپرسو داریم، کاپیچینو داریم، فرانسه داریم، تورک داریم، سانشان هم داریم. بله. خب من یک کپ میخوام. کپ وانیل لطفاً. چشم خانم. منم همون شانساین همیشگی. بسیار عالی. خیلی خب بله. بله داستان همین بود که گفتم، الانم فرش دست شهباله. آها. اون وقت توقع دارید که من همه این داستانا رو باور کنم. آره؟ خب بله باید باور کنید. ببینید آقای منی که میبینید اینجا نشستم، من خودم بچه همین. نگاه کنید من یک سری اصول برای خودم دارم به اسم صداقت. چه اینجا باشه، چه زیر یک سقف باشه و چه توی زندگی زناشویی باشه. الان دارن بلند فکر میکنن. ببینید آقای قرار ما چی بود؟ قرار ما این بود که شما فرش رو بیارید. من هیچی نگفتم، تو همین الانم واقعا من ملاحظه خواهر مادر ببخشید محترم شما رو کردم، اما خودت نخواستی. تا 2 ساعت دیگه اگر فرش رو آوردین اینجا که هیچی، اصلا قاعده خط. ولی اگر نیاوردین من میدونم شما. یه لحظه اجازه بدید سرکار خانم صداقت در کلیه امور. دیگه من به چه زبونی باید خدمتتون عارض بشم؟ بابا جان میگه فرش دست من نیست. 2 ساعت از همین الانم شروع شد. خب این ساعت منم آب رفته خرابه دیگه، شما خودت ساعت رو داشته باش. بابا من که نمیفهم تو چی میگی. کلانتر بیا ترجمه کن ببینم این چی میگه. میگه حیف این خانم محترم نیست که گیر 13 افتاده. سیب سرخ و دست چلاق. سیب سرخ و دست چلاق میگفت؟ بله. قابل شما نداره. یه سانشاین داشتید و یه کاپیچینو 3500 تومان. کی ولت کردن؟ چرا لال شدی؟ حرف بزن ببینم چی شده. اونا مأمور نبودن، دزدای بی پدر مادر. اما کمال گفت از آگاهی هم. اون مردی که اگه عقل داشت دختر تو رو نمیگیره. شما برو فیلمتو نگاه کن. اطاعت کلک زدن، میخواستن فرش صاحب شن. کمالم خام فرش 2 دستی تقدیمشون کرد. مردی که بی بوته فقط بلده بچه پس بندازه. مگه این چه فرشه که واسش این بازی ها رو در میارن؟ باز زدی تو خاکی؟ چرا آدمی هرگز راه دور را برمیگزیند؟ راه نزدیک راه صداقت است، راه دور دروغ. کیه؟ فقط دور رو پدرت. تو نمیخوای دست از سر کچلم آورداری نه؟ فرش رو میخواستی که با ناوردی گرفتش دیگه چی از جنو من میخوای؟ ولم کن، دیوونم کردی. این چیه؟ گفتم این چیه؟ ول کن بابا، احتم که فقط همین کارو بلدی. فرش دیگه. فرش دیگه؟ کوری؟ این چیه؟ این خب بیادبیه. بچه نوزاد چه توقعی داری؟ این فرش اینجوری بود؟ پس بالاخره زهر خودتو ریختی ها؟ من نه، بچه ریخته.
نکن نگیری. تو هنوز منو نشناختی. همینه این همینه که این دختر که از تاکسی پیاده شد. ساندویچو بده من برم دنبالش. ایوان ساندویچ بده من. ساندویچو گاز بده من بخورم. نمیدم. ببخشید آقای، اشتباه به عرض شما رسوندن. بنده هرگز حاضر نیستم با دزدای بی سر و پایی مثل شما همکاری کنم. تو غلط میکنی. چی میزنم تو دهنت که این چه طرز برخورد با یه خانم محترمه؟ تو رو سننم. تو چه کرشی؟ من خب زنمه، یعنی قرار بشه. من اجازه نمیدم با زنم اینجوری حرف بزنی ها. عجب، پس ایشون همسر شما؟ بله، یعنی نه الان نه، وقتی قرار طی فردا پس فردا بشه. نه واردی که حالیش کنی من با کسی شوخی ندارم. باشه من آقای، من درستش میکنم. من اصلا کلا کارم تخصصم کار کردم با دوزای بی سر پای محترم و ایناست. فقط وسایل مهیا کنی. چشم. چیزه قلم مسئول داری؟ دو مونه خودون هم؟ مامان بده. با مزه بدتر شد. بلدی حالکی گفتی. این خوب بولم نکن دیگه اینقدر. کار سپردی دست کارون. بشی ساکت باش ببین چی کار میکنم دیگه. ببین منو بلش کن یه دقیقه. ببینم که فیروز تو واقعا جدی میخوای با من ازدواج کنی؟ یعنی رسما از من خواستگاری کردی؟ من باید فکر کنم یخ گیره بردی. اینو درستش کن تا کار دستمون بهش نکن. کارتو بکن. بابا داریم درستش میکنیم دیگه آقای چیز. پودر بده. فیروز یه چیزی چه غذایی دوست داری برات بپزم ها؟ فعلا که یه آشی برام پختیه و جوانیم روش روغن وایساده. تو که بلد نبودی چرا خالی بستی؟ میتونی درستش کنی یا نه؟ حضورت به من نیرو میبخشه. ای به تو اون روحت. من حالا چه خاکی تو سرم کنم؟ چیه؟ چی بود؟ چی شده؟ چه خبره؟ چی میخواستی بشه؟ شوهرم نیست. شوهرت کیه؟ خب معلومه دیگه، شوهرم آقامون آقا فیروز، یعنی قرار بود تو یه 2-3 روز آینده بشن ولی فرش کو؟ فرش؟ آقا گور پدر فرش؟
چیزی که زیاد فرش. من شوهرم از تو میخوام. این دو چلمن کیان استخدام کردی گرفتن خوابیدن؟ آقا موبایل ما هم نیست. خاتون سر من. الو چطوری گنده بک؟ تربیت داشته باش بیچور. تا حالا بهت یاد ندادن چطوری با یه بزرگتر حرف بزنی؟ کدوم گوری رفتی؟ هیچ. اومدیم یه ذره بیرون هواخوری. از احوالات فرش نیز اگر جویا باشید الحمدلله خوبه. هر چه زودتر اون فرشو برگردون وگرنه هر چی دیدی از هیچ کاری نمیتونی بکنی قپی نیا. چرا؟ میتونم. اگه بازم میخوای همسر آینده‌تو ببینی مثل بچه آدم اون فرشو بردار برگردون. همسر آینده کدومه؟ مرد حساب من یه چیزی همینجوری گفتم. نه خدا وکیلی خودمونیم خودت باشی یه همچین فرشیو با زنت عوض میکنی. میبینی؟ بشناس زن کی داری میشی. میگه بکشش. بده من گوشی رو ببینم. الو فیروز. الو فیروز خیلی پستی. چطور میتونی این خجالت نمیکشی؟ به تو هم میگن من همه حرفات دروغ بود. این بود اون همه وعده که به من میدادی فیروز چطور تونستی با احساس یه دختر جوون مثل من بازی کنی؟ خیلی پستی فیروز خیلی. رو ببینیم بابا این دیوونه همه چیشو به خودش میگیره. قطع شد. قطع کرد. نه آنتن رفت. نه اونو من میشناسم. اون قطع کرد. نه آنتن رفت. مثل اینکه سر عقل اومدی. به جون خودم یه ماه از سر دختر کم بشه عروس فردا بیا سر سفره عقل فرش تحویل بگید. باز چه موش و گربه بازی میخوای در بیاری؟ موش و گربه بازی چی؟ کلی مهمون دعوت کردیم آبرومون میره. کلام حرف بزنیم با نازی خانم البته خصوصی. حالا که وقت حرف خصوصی زدن نیستش که ما رسممون آقا عروس دامادایی ما قبل عقد و کلام با هم دیگه حرف میزنن. اینو درست میگه دیگه. از قبل گفتن گربه رو کجا میکشن دم حسه. حسه. خیلی بده بردار. کلکی تو کارت نباشه. فکر نکنی من اونقدر ابلهام که با پای خودم میام تو تله. بابا غلامت مهمون ماست. شاه غلامو میگم. اگه دست از پا خطا کنی
ببخشید عینک منو اگه ممکنه. عینکو ولش کن، مگه من نمیبینی؟ نه. کوری؟ آره. خب بس نمیخواد اصلا منو ببینی، فقط گوش بده ببین چی دارم بگم. خب حواستو جمع کن گیج بازی در نیاری. خب ببین فقط شما یه کاری میکنی، وقتی عاقد خود به عقد خون شما چی کار میکنی؟ فقط میگی نه. وقتی گفتی نه، ننه و فیروزه و کمال قاطی میکنن، دعوا میشه، ما از فرصت سوء استفاده میکنیم، فرشو برمیداریم در میریم. وای بابا شما دیگه کی هستی؟ نقشتون 20 خیلی. فقط من چرا باید بگم نه؟ واقعا من میخوام بگم بله. با اجازه بزرگترم شما باید بگید نه که به مثلا خانواده ما بر بخوره. نه دیگه ببینید آقا فیروز، من آدم این جنبولک بازی ها نیستم. تو زندگی هیچ چیزی مهمتر از صداقت و رو راستی نیست. بالاخره خانواده شما باید بدونن من خودم با رضایت کامل اومدم اینجا دیگه. بی معرفتیه دیگه. خب بریم دیگه، مهمونا حالا منتظرن. چادرم خیلی. کجا بریم؟ مگه شما اون فرشو نمیخوای؟ بابا من عاشق اون فرشم ولی الان ولی نداره دیگه. پس این حرفایی که بهتون میزنم خوب گوش کنید دیگه. همه رو موقع ما انجام بشه. شیر فهم شد. بله چشم. هر چی شما بگید. بتره که چشم حسود و بخیل، ایشالله که خوشبخشن شوهر مرده و دو بختم تو اتاق نباشه لطفاً. دوختم زبون مادر زن، دوختم زبون خواهر زن، دوختم زبون تمام فامیلای زن و از دم. حاج آقا بفرمید خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. از قدیم و ندیم گفتن آقا جون مرد بدون زن نمیتونه زندگی فرش کنه. کجاست؟ زنم بدون مرد. فرش. هزار جور گرفتاری میاره دیگه. من خیلی هاشون نمیدونم چی به چیه، ولی میگن همین کمی که تنها آدم میشه فساد میاره. همین احتیاط مال همین حرفاست. واسه همین میگن هرمولک. بله دیر میشه. حالا بریم سر اصل مطلب. سرکار خانوم نازی خالقی هستم. نازی خالقی. بارکلا دخترم. بله سرکار خانوم نازی خالقی، عرض کردم دوست داری زن این فیروز 13 ببخشید این آقا فیروز خودمون بشی؟ ببین مهریت هم همون تخت فرشی که کار سفره عقد انجام میده و سلام نامه تمام. حالا دیگه سر نخورون، خودت میدونی. زنش میشی؟ عروس رفته گل بچینه. داری واسه خود حال میکنی ها؟ مزخرف نگو حواسم پرت میشه. آخه به تو هم میگم پدر؟ اصلا خبر داری اینجا نشستی داری صفا میکنی عروسی آقا پسرته؟ عروسی پسر من؟ بله آقا فیروز. کجا؟ معلومه خونه همشیره شون. البته ما هم دعوت بودیم ولی پذیرایی از شما واجب تره. اینجا؟ ها؟ جونم بوده حالشه ببر. خانم محترم اگه گلاتو چیدی، عروس خانوم میگم، گلابت هم گرفتی، تکلیف ما رو بالا غیرتن روشن کن. ما 2 تا مجلس دیگه داریم، بعد به اونم برسیم، دیر میشه، صداشون در میاد. اگه واقعا ببین به دلت هست که زن این بابا بشی، از الان هم گفته باشم این بابا آدم همینه، هرچی همینه، حاضری زنش بشی یا نه؟ عروس خانم رفتن گلاب بیارن. ببین عروس خانم شب شد، کار زندگی داریم. اگه همه کاراتو کردی دیگه قرفر دیگه این نمونده، واسه بار آخر میخوام سوال کنم. بپرسم؟ جون ننت. صدات نیومد. بپرسم؟ بگو جون ننت بگو نه. حاضری؟ بله. اجازه پدر مادر من بعداً میگیرم. بنوازید. چیچیونا با آبرو خانوادگی ما بازی میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ این خانم کی گفتن نه؟ گفتن بله از این بهتر. خواهش میکنم شما ماسمالی نکنین. بنده خودم اینجا وایساده بودم که گفتش نه من گفتم بله. گفتن بله ولی معلوم بود ته دلشون صاف نبود. مزخرف چرا میگی آقا؟ جنابالی صافکارین؟ آقا من اصلا احساس میکنم هنوز با هم تفاهم نداریم. بله آقا اینا با هم تفاهم ندارن، زندگیشون نمیشه. خانم محترم شما هم دیگه دارین بهونه میگیرین ها؟ ای بابا سگ صاحبشو گم میکنه. سر صدا چرا رو انداختین؟ امضا باید کنید. تو منو دست انداختی؟ نه بابا. با من بازی میکنی؟ وقتی جسد بابا جونت انداختم جلوت اون وقت مثل سگ پشیمون میشی. بعد نشون میدم.
تو میخوای عروسی پسر منو به هم بزنی؟ تا حالا کجا بودی؟ تماشا کن کجا بودم. تو اینجا چی کار میکنی؟ حالشو ببر. آقای ما رو میزنی؟ نفس باش ببینم نفس چش! سرینا عروس گلم کو. فرش آورد. فرش مگه دیگه به هم نرسیم خرمگس. دیلا بلش کن بزم چک. فرش یالا. آخش ولی پیروز بعد یه مدت یه گردگیری حسابی کردیم و جیگرم حال اومد. بده بچه‌م. خانم خوشت اومد چجوری دمار از روزگارشون در بردم ها؟ نه بابا شامش کتک خورد. ای جانم من شاهکار کردم. آفرین. بالاخره کار خوب کردیم. ترسوندی منو، قلبم وایساده. فرش کو؟ فرش خب تو موزه است دیگه، یعنی در واقع همون جایی که باید باشه. راستی مسئولین موزه خیلی از تو، یعنی در واقع اون انسان خیر گمنامی که فرش آورده به موزه تحویل داده، تقدیر و تشکر ویژه کردن. واقعا تو بدون که خودت بفهمی به فرهنگ و تاریخ این مملکت خدمت بزرگی کردی. من واقعا به تو افتخار میکنم از صمیم قلب. خب دیگه حالا بریم. کجا؟ خب معلومه دیگه کم کم بریم سر خونه زندگیمون دیگه، یعنی بریم آشیانه این همون بسازیم همه رو. بابا تو رسما مثل این که یه تختت کمه. خونه زندگی چی؟ آشیونه؟ بابا ولم کن دیگه، دیوونم کردی. فیروز من زنتم، عرفان و شرعاً زن تو هم. خودتو زدی به اون را یا اینکه بابا ما رو دیروز مثل اینکه عاقد عقد کرد با هم دیگه، زن و شوهر مشترکیم دیگه. بله عاقد؟ یعقوب چلاقو میگی؟ بابا اون مالخره، اون حرف زدن معمولیش هم بلد نیست، چه برسه عقد بخونه. نه اتفاقا خیلی هم به نظر من قشنگ خوند. ببین من این حرفا حالیم نیستا. از الان بگم بخوای اطوار بریزی جنگولک بازی در بیاری مهریم رو میذارم اجرا. تعارف هم ندارم. سه ساعت دیگه نگهبون عوض میشن. اون وقت عملیات رعد و برق 2 رو شروع میکنیم. ساعتاتون هم تنظیم کنیم. خدا لعنتت کنه پسر.
میکنم.